نام خدا. ضربات مستقیم یا ضربات آزاد یا شروع مجدد در فوتسال بسیار اتفاق میفته و ما بایستی برای جای جای زمین برنامه داشته باشیم. یا ضربات مستقیم در لاین کناری اتفاق میفته یا وسط اتفاق میفته و در بعضی از موارد هم وقتی دروازه‌بان بهش پاس میدن، 2 بار بهش پاس میدن، خطای غیر مستقیم گرفته میشه که ما بایستی بیشتر از یک ضربه توپ بزنیم که اون هم روی لاین رو هم روی خط دروازه هم نشون خواهیم داد. خب ما با ضربه‌ای که روی محوطه جریمه اتفاق افتاده شروع میکنیم کار شروع مجددمون رو. یه چرخش هر 4 نفر انجام میدن. الزاما اگر این سمت باشه اون نفر اون باید چپ پا باشه. اگر این طرف اتفاق افتاد الزاما نفری که اونجا حرکت رو شروع میکنه و زننده ضربه است بایستی راست پا باشه. آماده؟ بریم. آفرین آفرین. این یک. آماده؟ برو. آها، آفرین آفرین. این واریانت دوم. ببر جلو روی خط. آها، همونجا خوبه. واریانت 3. آماده؟ برو. بهتر باید ضربه بزنی دیگه ابوالفضل. بهتر بهتر بهتر. آخریش برو. آفرین آفرین آفرین. بچه ها حالا این طرف از این بررسی میکنیم. بنابراین دقیقاً بایستی الان شما اینجا قرار بگیری، راست پامون اینجا. زننده ضربه کیه؟ ابوالفضل، نفر راست پامون. وقتی میای انتخاب میکنی مستقیم به گل بدی به چپ پا، بدی پایه تیر، یا بدی به این نفری که میاد اینجا. الان برعکس میچرخیم. آماده؟ برو. آماده؟ برو. آها، یه خورده فقط شما قدرت رو در نظر میگیری، یه مقداری دقت کن. بزن بغل در اونم رفیق خودمونه. آماده؟ برو. باریکلا. آخرین بار. بریم. خیلی خوب. بیایم برای لاین کناری بچه. لاین کناری منظور از کنار خط دروازه تا این لاین اوت، اینجاها رو بهش بگیم لاین کناری. این وسط هم میشه لاین وسطمون. الان خطا تو لاین کناری اتفاق افتاده. طبیعیه که وقتی این سمت انجام میدیم ما کار رو، نفر راست پا پشت توپ میسته. بریم. 2 نفر اونجا، آخرین نفر چپ پا. شما برو تو تیر. خب همزمان که میخواد ضربه رو بزنه شما جات رو عوض کن، بیا تو این تیر جا بگیر. خب شما برو برای بلاک کردن، برو عقب‌تر. شما میکاره شما ضربه رو میزنیم سمت دروازه یا میدی به تیر 2. بریم. آها، باریکلا. خب حالا شما که میای برای بلاک، شما از اون طرف میای به این طرف، از بلاک فرار میکنی. ابوالفضل بذار به کار رو پر اونجا. اجازه میدی بلاک، از بلاک فرار میکنه میدی به خودش. اون کارا انجام میشه، میدی به خود این ضربه زننده. آماده؟ بریم. خیلی خوب.
بچه ها همین لاین کناری از اون طرف، چپ پا پشت توپ، نفر آخر راست پا. شما برو اونجا بیس. شما جا تو عوض کن، برو شما اونجا، برو برای بلاک. میکاری برای ابوالفضل میزنه. صبر کن بلاک انجام. شما هم از اونجا میری توی اون تیر برای تیر 2. بریم. دیگه ببین این توپ رو باید با سینه این بکنی تو گل دیگه. رفتی اونور که توپ رو بکنی تو گل. گلر برو رو خط بیس. گلر برو رو خط. گلر برو رو خط. بریم. آفرین آفرین آفرین. حالا نگاه کن، بلاک کننده رو نگاه کن. اجازه بده از بلاک فرار کنه، بده به خودش. بریم بچه ها. آفرین. خوبه. نگردار. حالا میایم به لاین وسط. یه 1 2 3 4 میستیم. 1 چپ پا اونور، راست پا اینجا، 3 4. این ساده ترین شروع مجددی که از وسط زده میشه. اگر دفاع بد بسته بود مستقیم به گل خودت. شماره 1. آماده؟ برو. باید بزنی تو اون سجاف. انقدر هنر داشته باشی. شماره 2 آماده باش برای ضربه زدن. نشون میدی برای شوت، میکاری برای چپ پا میزنه. شما بچه‌ها جفتتون به تیر. بریم. آها باریکلا. حالا بیا شما چپ پای دیگره. بده رو پای چپش، خودت برو سراغش. بریم. خیلی خوب. خیلی خوب. آخرین واریانت. شما آماده باش. از دفاع 2 نفر دفاعی که اینجا هستن بیای بیرون، بهش بده، چپ پا روی پنالتی کنترل کن، بده بذار برای این. همونجا. آماده؟ برو. خیلی خوب. از اون سمت بزنیم همینو. از وسط، از سمت چپ. آماده باش. شماره 1 زیاد نرو عقب. اگر دفاع بد بسته تو اون سجاف. 1. آفرین خوب بود. 2 بکار برای راست پا. آماده باش. بچه ها بیاییم به تیر. بریم. خیلی خوب. شماره 3 میدی به راست پا، کنترل میکنیم، میکاری برای خودش، رول میکنی برای خودش، چپ میکنه تو گل. بریم. خیلی خوب. آخرین مرحله میدی به اونجا، شما کنترل میکنی، ابوالفضل رو پنالتی اول میکاری، ابوالفضل میزنه. بریم 4. خیلی خوب. خب از لاین وسط 2 نفر بیان اینجا. شما برو اونجا، شما اینجا. خب نفر اولمون شما نشون میدی برای زدن ضربه، از رو توپ عبور میکنی میری جای اون. همزمان شما میری اون دروازه، شما میای بیرون. تصمیم گیرنده ابوالفضل مستقیم بزنه، بکاره برای چپ پا، بده به این بازیکن یا بده به اون نفری که توی 4 هستش. آماده؟ بریم. خب این یه واریانت. آماده؟ بچه همزمان میچرخیم. از توپ که عبور کرد همه میچرخیم. آماده؟ بریم. یه خورده باید قوس بگیری. میثم
یه قوس بگیر آماده زدن ضربه بشی. آماده؟ بریم. آفرین 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 آفرین. حالا اگر قرار شد که بدی به خود این نفر که میره اونجا، میثم که از اونجا میپیچه میاد ادامه میده مسیر، میاد رو پنالتی اول، کنترل میکنی شما، میدی به میثم. برو. خیلی خوب خیلی خوب. همین داستان از اون طرف. بریم برای تعویض جا. برو. ماشاءالله. بچه ها بریم به تیر، دور نشین. بریم به تیر، ممکنه بزنن با سینت بکنی تو گل توپو. بریم. آفرین آفرین آفرین. بریم. دیگه با بغل پا دیگه، خیلی شل بود. با بغل پا محکم بده میکنه تو گل. یه بار دیگه همینه، بریم. کنترل کن، با بغل پا پاس بده. بریم. خیلی خوب خیلی خوب. بیان بچه همه. بیای شما بیای. خب خسته نباشین بچه ها. فراموش نکنین در ضربات آزاد، ضربات شروع مجدد، ایستادن چپ پا و راست پا اصل ماجراست. یعنی شما هر قدم خوب وایسی، جاتون اشتباه باشه، میایم این تاکتیک اجرا نمیشه. بنابراین معمولا توپایی که اون سمت هست، هم برای کورنر، هم برای اوت و هم برای شروع مجدد، باید چپ پا داشته باشیم. این طرف زمینمون وقتی رو حمله به این طرفه، راست پا باید بشه. اینو بایستی حتما دقت کنید.